سوال اول: ای پروردگار من، قوم من ترکی چی گفتند؟ ترک گفتند. چی را ترک گفتند؟ قرآن را، تورات را، انجیل را و یا شاهنامه را. چرا قرآن یک باره نازل نشده است؟ چنین آیت هست؟ اگر باشد رنگی کبوت را زیر کنید و اگر نباشد رنگی سرخ را زیر کنید. به موسی کتاب دادیم و برادرش مددگارش ساختیم. کی را؟ نام برادر موسی علیه السلام کی بود؟ با قوم نوح چی شد؟ غرق شد، آتش از سر ریخت، کامیاب شد، به آسمان رفت. کدامش درست است؟ با قوم نوح علیه السلام چی شد؟ هر کسی که آیت های الله را قبول ندارد مثل کیست؟ موافق سوره فرقان آیت 44. بگو من از شما هیچ مزد نمی طلبم، لیکن هر کی خواهد کفر انتخاب کند، صادقانه دور رود، به پروردگارش راه نیابد و یا اینکه به سوی پروردگارش راه یابد. کدامش درست است؟ اینک جوابای درستی شما را من انتظار هستم. الله تعالی کدام خطا را میبخشد؟ الله تعالی کدام خطا را میبخشد؟ شرک کننده را که توبه نکرد، کافران را، از نادانی زشت کننده را، نادانی پشیمان ناشده را. کدامش درست است؟ به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه دانش و سنجش، هر یکی شما را خوش آمدید میگویم. امروز شام شنبه است و ما و شما برنامه دانش و سنجش را آغاز میکنیم. واقعا هفته گذشته ما نتوانستیم با بعضی سبب ها برنامه را پیشکش شما کنیم و امروز لازم دانستیم که با شما برنامه دانش و سنجش را گذرانیم و کوشش میکنیم که یک برنامه را و امروز صحبت را آزاد و عادی گذرانیم و از جمله بازی را نیست. از این خاطر این لحظه علاقه آنهایی که پیوست شدند به شبکه دانش و سنجش میتوانید برنامه ما را به دیگران، به نزدیکان خودتان روان کنید تا که همگان آگاه شوند و در برنامه اشتراک داشته باشند. تا آن وقتی که تماشابین زیاد شود البته بازی شوق‌آور می شود و امروز برنامه را ما از دو قسم عبارت است و هر دوی برنامه از استفاده آیت های قرآن است تا که ما و شما توانیم در آیت های قرآنی تفکر کرده باشیم. تکرار برنامه را من کوشش میکنم در شبکه قرآن دستورالعمل انسان پیشکش شما کنم. آنهایی که آبونه نیستید به شبکه اصلی، به شبکه دانش و سنجش آبونه شوید. سوال اول: ای پروردگار من، قوم من ترکی چی گفتند؟ ترک گفتند. چی را ترک گفتند؟ قرآن را، تورات را، انجیل را و یا شاهنامه را. موافق سوره فرقان آیت 30 و 4 نفر جوابای درست گفتند بله، قرآن را. و بیاید نگاه میکنیم به سوره فرقان آیت 30. در واقع این یک یادرسی برای ما و شما است تماشابینان عزیز. از این خاطر آنهایی که میدانند خیلی خوب است و آنهایی که نمیدانند شما آگاهی پیدا میکنید و همچنین ما و شما یک مراتبه دیگر تکرار میکنیم و یادرسی برای ما و شما خواهد بود. افسوس که من میخواستم عربیش را نیز مانم تا که ما و شما توانیم گوش کنیم، اما حقوق مؤلف دارد. از این خاطر من تنها ترجمه معنا را میخوانم. پیامبر از کردار قومش شکایت کرده گفت: ای پروردگار من، قوم من ترک قرآن کردند و در آیات آن نه اندیشه میکنند و نه به آن عمل میکنند.
در این آیت بیم داده می شود آن کسانی را که قرآن را ترک نموده و به آن عمل نمی کنند. و همین به روزگار امروز ما نیز از زیاد از 1400 سال پیش آمده رسیده است و امروز نیز قرآن را بسیاری مردم ترک کردند و به آن عمل نمی کنند، یا اینکه قرآن را دارند، می خوانند، در خانه شان دارند ولی به آن عمل نمی کنند، و یا بعضی چیزهای آیت های قرآن را قبول می کنند و به بعضی دیگرش کافر می شوند. و این مثالی امروز است که از گذشته ها باقی مانده است. یعنی ببینید که در تاریخ همین گونه مثل امروز انسان ها بودند و تا حال هستند، اما ما دعا میکنیم و تا که آنهایی که این لحظه ها ما را تماشا میکنند مثل همان کافران قریش نباشند که در همان زمان، در همان دوره، در دوره محمد صلی الله علیه و سلم قرآن را ترک نموده بودند و به آن عمل نمی کردند. و خب 4 نفر جوابهای درست گفتند و ما و شما ترجمه معنا را خوانده گذاشتیم و بیایید دوام میدهیم. آنهایی که در جایهای اول هستند شما میبینید. چرا قرآن یک باره نازل نشده است؟ چون این آیت هست، اگر باشد رنگی کبود را زیر کنید و اگر نباشد رنگی سرخ را زیر کنید. چرا قرآن یک باره نازل نشده است؟ به همین مانند آیت هست. بله، 6 نفر جوابهای درست گفتند. بله، چون این آیت بوده است. و دوامی سوره فرقان آیتی 31 و 32 را این لحظه ما و شما معنیش را دیده میبریم چی آمده است. چون امروز نیز بسیاری ها میگویند چرا قرآن به مثل تورات و انجیل یک باره نازل نشده است و همین گونه سوال را در گذشته نیز کرده بودند. بیایید میخونیم ترجمه معنا را. آیت 31 دوامی آنه که ما و شما نوکک خوانده گذاشتیم. و اینچنین برای هر پیامبر دشمن از بدکاران قومش قرار دادیم و کافی است که پروردگارت رهنما و یاورت باشد. در دوامش چنین آمده است و کسانی که کفر ورزیدند گفتند، یعنی کافران گفتند، چرا قرآن یک باره بر او نازل نشده است؟ ما این گونه یعنی کلام الهی را با مرور یعنی ما این گونه کرده ایم تا دلت را به آن آرام و استوار گردانیم و آن را به تدریج بر تو خوانده ایم تا درک و حفظش آسان باشد. این ترجمه معنا بود، اما واقعا وقتی که عربیش را انسان گوش میکند به نهایت دلها آرام مییابد. و یا در ترجمه دیگر چنین آمده است و کافران گفتند چرا این قرآن به مثل تورات و انجیل و زبور بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل نمی شود؟ الله در جواب آنها گفت برای آن است که دل تو را به آن استوار سازم و آن را به آهستگی و ترتیب فرو خوانم. و واقعا همین گونه آیت بوده است و هر کسی که رنگی کبود را انتخاب کرد جواب شما درست بود و ما دوام میدیم انشاءالله. بیایید ببینیم که ها به پیش برآمدند.
خب روی اکران شما میبینید اونهایی که در جاهای نمایان هستند. اینک دوام میدهیم. به موسی کتاب دادیم و برادرش مددگارش ساختیم. کی را؟ نام برادر موسی علیه السلام کی بود؟ هامان، جمشید، هارون، الیاس. کدامش درست است؟ به موسی کتاب دادیم و برادرش را مددگارش ساختیم. نامی برادری موسی علیه السلام. خیلی خوب. و 8 نفر جوابهای درست گفتند. بله، هارون را به موسی کتاب دادیم و برادرش هارون را مددگارش ساختیم. موافقی سوره فرقان آیه 36. و میبینیم اکنون که ها در جاهای اول هستند. روی اکران میبینید شما آنهایی که پیش هستند و دوام میدهیم. با قوم نوح چی شد؟ غرق شد، آتش از سر ریخت، کامیاب شد، به آسمان رفت. کدامش درست است؟ با قوم نوح علیه السلام چی شد؟ موافق سوره فرقان آیه 37. خیلی خوب. و میبینم که آنهایی که پیوست شدند نیست خیلی زیاد هستند و گیم پین 769 67 44 و 7 نفر جوابهای درست گفتند. بله، غرق شد. قوم نوح غرق شد. و بیایید نظر میکنیم به ترجمه معنا. در آیه 37 سوره فرقان چنین آمده است: قوم نوح را چون پیامبران را دروغگو شماریدند غرق کردیم و آنها را برای مردم عبرت ساختیم و برای ستمگاران عذاب دردآور آماده کردیم. و البته تاریخ را ما و شما و اون پندهایی که در قرآن کریم آمده است اکثریت از ما و شما میدونیم و بسیاری از ما و شما خونده ایم که چگونه الله تعالی پیغمبران را روان میکرد و بعضی از قومهای پیامبران را، آنهایی را که ما میدانیم و در قرآن پندش را خواندیم، قومش را الله تعالی به عذاب دچار کرد، هم در دنیا و هم در آخرت وعده شده است. و خب ما و شما این لحظه دوام میدیم. تماشاگران گرامی، من چت را نیز نگاه نکردم، ببخشید چون چت من نمیتابد. خب این لحظه من نگاه میکنم. خیلی خوب. و آنهایی که نوکه پیوست شدید خوش آمدید میگم شما را. هر یک از شما را خوش آمدید و زیر نوار لایک مونید و به دیگران نوار را روان کنید تا که دیگران نیز به مثل ما و شما پیوست شوند و آنها نیز اشتراک کنند در برنامه ما. خب بیایید به سوالی دیگر میگذاریم. جاهای اول طیبه صالح، حارثه، قاسم عادلیان، آیت الله و امید، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. و ما و شما به سوالی دیگر میگذاریم. هر کسی که آیاتهای الله را قبول ندارد مثل کیست؟ موافق سوره فرقان آیت 44. تنها مثل حیوان است، مثل شیطان است، مثل مؤمن است، از حیوان گمراه تر است. کدامش درست است؟ هر کسی که آیاتهای الله تعالی را قبول ندارد مثل کیست؟ موافق سوره فرقان آیت 44. بله، 5 نفر جوابهای درست گفتند. از حیوان گمراه تر است. بیایید اکنون نظر میکنیم به سوره فرقان آیت 44. در آنجا چی آمده است؟ ترجمه معنا: یا گمان کرده ای که بیشترینشان میشنوند و میفهمند آیاتهای الله را؟ اینها چون چارپایان بیش نیستند در فهم و تدبر آیاتهای قرآن، بلکه از چارپایان هم گمراه ترند. تفسیر بغوی. ببینید که الله تعالی چی گفته است. آنهایی که در آیاتهای قرآن کریم اندیشه نمی کنند و یا
آیات‌های قرآن کریم، با آیات‌های قرآن کریم کافر شدند یا با بعضی آیات‌های قرآن کریم کافر شدند. برای آنها الله تعالی اینجا مسئله خوب گفته است. آیا گمان کرده ای که بیشترینشان میشنوند و میفهمند؟ سوال در دوامش، اینها چون چارپایان یعنی چون حیوان هستند، بلکه از حیوان هم، بلکه از چارپایان هم گمراه ترند. در نظر کی را داشته شده است؟ مشاهدان گرامی، خودتان این لحظه یک تفکر کنید. امروز ما و شما بسیاری ها را میبینیم که بر ضد کلام الله مبارزه میبرند و آنها را هیچ کس حتی نام هم نگیرد. الله تعالی الکی آنها را از چارپایان هم در فهم گمراه تر گفته است الله تعالی. یعنی بعضی خودشان را عالم میتراشند یا اینکه دانشمند میتراشند، اما الله تعالی آنها را گفته است که شما نه دانشمند هستید نه عالم هستید. آنهایی که قرآن را دروغ یا اینکه بعضی آیات ها را با بعضی آیات ها کافر شدند، آنها را از حیوان هم گمراه تر گفته است خدا الله تعالی. از این خاطر اینجا باید که انسان در آیات های قرآن اندیشه کند، ببینید که چگونه تصویر شده است. دعا میکنیم که الله تعالی ما و شما و آنهایی که امروز شاید از نادانی در گمراهی هستند هدایت نماید. همین. و خب تماشاگران گرامی، بیایید دوام دهیم. آنهایی که در جاهای اول هستند شما میبینید و ما دوام میدیم. بگو من از شما هیچ مزد نمیطلبم، لیکن هر کی خواهد کفر انتخاب کند، صادقانه دور رود، به پروردگارش راه نیابد و یا اینکه به سوی پروردگارش راه یابد. کدامش درست است؟ اینه که جوابای درستی شما را من انتظار هستم. بگو من از شما هیچ مزد نمیطلبم، اما هر کی خواهد کدامش درست است؟ خیلی خوب، به سوی پروردگارش راه یابد. و 9 نفر جوابهای درست گفتند. در خب چت ما نیست، من میبینم امرانه جوابی درست گفتند. خب طیبه صالح جوابی درست نوشته بودند. داور اشرف درست گفتید، عبدالله درست گفتید، عمر اکبر درست گفتید. خیلی خوب تماشاگران عزیز، اکثر جوابهای درست گفتند و بیایید یک جای با شما یک بار دیگر به ترجمه معنا نظر کنیم و بعد از آن صحبت را باز دوام خواهیم داد. سوره فرقان آیه 57. در آیه 57 چگونه آمده است؟ خب ما عیناً ترجمه معنا را میخوانم. بگو من از شما هیچ مزد نمیطلبم برای تبلیغ رسالت، مگر این که هر کی خواهد به سوی پروردگارش راه حق بگیرد و در راه رضایت او تعالی نفقه کند. من شما را بر این مجبور کردنی نیستم، همانا اختیار برای خود شماست. الله پاک است. از تفسیر تبری بود. و ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ کس را مجبور نکرده است که دین اسلام را انتخاب کن، نه، بلکه رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم رسانیدن پیامی که از جانب الله تعالی با واسطه جبرئیل رسیده آمد، آن را برای مردم و قوم خودش رسانیدن بود. و هر کسی که یک آیت را شنید و آن نفری که در دلش یک ذره ایمان بود
ایمان آورد. و این گونه اسلام پاک از تاریخ ما و شما میدانیم که به مردم فارس، به مردم تاجیک نیز آمده رسید. الحمدلله مردم خیلی زیاد این راه درست را با شنیدن یک آیت قبول کردند و امروز پیرو دین مبین اسلام خودشان هستند. و بسیاری دیگرشان را ما میبینیم که از بخاطر دینشان مثل که در تاریخ گذشته بود به دیگر دولت ها هجرت کردند، چون در دولت های خودشان بالایشان سختی ها می شود و تمام ارکان اسلام و ارکان ایمان را برای اجرا کردن مانع ها می شود. از این خاطر دولت های خودشان را از دولت های خودشان هجرت کردند به دیگر جاها. و ببینید که آنهایی که باقی مانده اند و مبارزه میبرند به مثلی که از تاریخ ما و شما گفتیم که گذشته است، مثل دیگر کافرانی که پیشتر نیز این کار رو میکردند، آنها هیچگاه موفق نمیشوند، چون در دوام 1400 سال زیادتر موفق نشدند که دین اسلام را از بین برند و دیگر نمیشوند، چون الله تعالی خودش قرآنش را حفظ میکند و دینش را نیست. و برعکس هرچند که مبارزه های زیاد میبرند بر ضد اسلام و بر ضد علمای اهل سنت و جماعت، اما هیچ کامیاب نمیشوند. و این وعده الله تعالی است و این حقیقت است و از حقیقت را چنانکه که مثال های عادی خود ما است با دامن آفتاب را پوشیده نمیتوانیم. هرچند که مبارزه های شدید میبرند اما افسوس موفق نمیشند. و آنهایی که بدون مجبوری با شنیدن یک آیت اسلام را قبول کردند و در دین خودشان استوار هستند، آنها هم در دنیا و هم در آخرت انشاءالله به مکافاتی سزاوار نصیب میگردند، چون این نیز وعده های الله تعالی است. و البته در این باره من موضوع علاوه انشاءالله خواهم کرد و در برنامه های آینده ما با شما گفته خواهیم گذاشت. و بیایید اکنون ببینیم که ها به پیش برآمدند. طایبه صالح، آیت الله، حارثه، قاسم و دیلیان، آنهایی که در جاهای نمایان هستند. الله زمین را در 6 روز آفرید و سپس بر عرش قرار گرفت، سپس بر همه مکانها قرار گرفت، بعد از آسمان فرآمد. نمیدانم کدامش درست است. موافقی سوره فرقان آیت 59. الله تعالی زمین را در 6 روز آفرید و دوامش چی است؟ کدامش درست است؟ خب من باید چت را نیز نگاه کنم. خب آنهایی که عمر اکبرов جوابتان درست بود. خب قرآن کریم درست گفتید. طایبه صالح درست گفتید. خیلی خوب. اسمت الله حاجی معطوف بله درست. عبدالله درست گفتید. خب بیایید اکنون نظر میکنیم به سوره فرقان آیت 59. در ترجمه معنا چی آمده است؟ الله تعالی، الله ذاتی است که بیافرید آسمان ها و زمین را و آنچه در میان آسمان و زمین است در 6 روز و بر عرش خود استوا یافت. یعنی این صفت لایق به جلال و عظمت او تعالی است و صفتهای او به هیچ مخلوقات مانندی ندارد. بیان این صفت در سوره اعراف آیت 54 نیز ذکر شده است. در دوامش چنین آمده است:
اوست الله مهربان و درباره او تعالی پیامبر از کسی بپرس که آگاه باشد، یعنی به ذات پاک الله تعالی داناست، خود او تعالی است و میداند صفتهای بزرگی خود را و هیچ کسی داناتر به الله تعالی از بنده و فرستاده او محمد صلی الله علیه و سلم نیست. و این بود ترجمه معنا تماشابینان عزیز. و 8 نفر جوابهای درست گفتند، همگی 2 نفر جوابهایشان نادرست بود. و بیایید اکنون ببینیم قسمت خوبی برنامه ما آماده رسید، کیها جایهای خوب را سزاوار شدند. جای سیوم حوریسه مبارک باشد. جای 2 نصیبی آیت الله گردید مبارک باشد. و جای اول نصیبی طیب صالح مبارک باشد. همچنین قاسم عادلیان و آمینه نیز در جاهای نمایان بودند. شما را نیز صمیمانه تبریک میکنم. این قسمت اولی برنامه ما بود تماشابینان گرامی و من تشکر میگویم با آنهایی که اشتراک کردند و جاهای نمایان را سزاوار شدند. واقعا یک قوه آزمایی خوب بود بین ما و شما، یک مسابقه به نهایت جالب هم است و انشالله من امیدوار هستم که شما برنامه را به دیگران تقسیم میکنید تا که دیگران نیز در آینده اشتراک کنند و هر وقتی که چون که من گفتم از این پیش ما که زیادتر شدیم بازی باز هم شوق‌آورتر خواهد گذشت. اینک من قسمت دیگری برنامه رو این لحظه ها آماده میکنم تماشابینان عزیز و ما و شما میتوانیم در قسمت دیگری برنامه نیز اشتراک داشته باشیم. و قسمت دیگری برنامه ما خیلی جالب است. موضوعی من به نهایت دوست میدارم، موضوع توبه است، چون درباره توبه آیات های بسیار نازل شده است و حتی یکی از سوره های کلان نامش توبه و یا براءت است. ما و شما میدانیم و یکی از سوره هایی که به بسم الله آغاز شده است سوره براءت و یا توبه است. و خب تماشابینان عزیز اینک گیم پین را من این واسطه روی اکران نشان میدم تا که داخل شوید به بازی و قسمتی دیگران نیز آغاز کنیم. 241 74 65 مرحمت. خیلی خوب و داخل شوید به بازی تا که تسترک آغاز کنیم قسمتی دیگری بازی را. در واقع این قسمت به نهایت شوق آور است و بسیار معلومات خوب را نیز ما و شما خواهیم گرفت انشاءالله. امیدوار هستم. اکثریت از تماشابینان ما شبکه قرآن دستورالعمل انسان را انتظار هستند که آنجا پخش مستقیم می شود. متاسفانه پخش مستقیم تنها در شبکه دانش و سنجش است. از این خاطر به شبکه دانش و سنجش آنهایی که آبونه نشدند آبونه شوید و توصیه دهید به دوستانتان، آنهایی که خب میخواهند در برنامه ما اشتراک کنند. خب یک تماشابین ما، من نام شما را خوانده نمیتوانم، از این خاطر من خواستم که شما نام خودتان را عوض کنید و یک بار بیرون کردم شما را باز عوض نکردید. یک تخلصی که خوانده شود آن را برای دیگران نیز معلوم تخلص انتخاب کنید به خودتان. تشکر برای فهمیشتان. خیلی خوب و من میبینم که 11 نفر این لحظه ها داخل هستید در برنامه ما و ما بیایید قسمتی دیگر را آغاز کنیم. خب انتظار میشیم تا تماشابین ما یک بار دیگر درآیند چون من بیرون کرده بودم. خب امیدوار هستم که آغاز کنیم.
100 نفر زیادتر تماشا دارند، اما 13 نفر داخل برنامه هستند و اگر همه گوید آغاز کنیم آغاز میکنیم و اگر انتظار باشیم و باز دیگر ها نیز میخواهند داخل شوند داخل شود. خیلی خوب، تشکر. خب بیایید، آنهایی که داخل شدن نتوانستید، از میبینم زیاد از 100 نفر تماشا دارید، شما میتوانید دیرتر نیست با نوشته کردن همین گیم پین داخل به برنامه شوید، چون وقت رو ما غنیمت دانیم و بازی رو آغاز کنیم. آنهایی که داخل شدن نتوانستند دیرتر نیست پیوست شده میتوانید شما انشاءالله. بسم الله، ما آغاز میکنیم. خب موضوع دوم آغاز می شود انشاءالله. سوال اول: الله تعالی کدام خطا را می بخشد؟ الله تعالی کدام خطا را می بخشد؟ شرک کننده را که توبه نکرد، کافران را، از نادانی زشت کننده را، نادانی پشیمان ناشده را. کدامش درست است؟ موافقی سوره اگر خطا نکنم نحل است. بله، آیتی 119. الله تعالی کدام خطاکار را می بخشد؟ بله، 9 نفر جواب‌های درست گفتند. از نادانی زشت کننده را موافقی سوره نحل آیتی 119 می بخشید است. و بیایید ما به همین نظر میکنیم، چون در واقع بسیاری ها شاید سرزنش هم میکنند ما را، چون بعضی ها به این عقیده نیستند و اختلاف نظر میکنند. به هر حال ما و شما از خودمان چیزی نمیگوییم تماشابینان عزیز، بلکه هر چیزی که در قرآن کریم است و ترجمه معنا است آن را در این بازی ما استفاده کردیم تا که پند گیریم. از این خاطر من این آیت را ترجمه معنایش را این لحظه خوانده میگذارم. آنهایی که بسیار سختگیر هستند و آنها را انشالله آنها نیز ما را میفهمند. ترجمه معنا: پس بیگمان پروردگار تو برای کسانی که از روی نادانی انجام دهنده کار زشت شوند سپس توبه کنند از گناهان خود و اصلاح شوند و به آنچه که الله تعالی دوست می‌دارد و راضی است عمل نمایند، همانا پروردگاری تو بعد از توبهشان برای آنها آمرزنده و مهربان است. تفسیر طبری: از این خاطر الله تعالی آن خطاکاری که از نادانی خطا کرده است و توبه کرده است میبخشیده است. اما ما و شما یک بار دیگر باز یادرس میشویم خطاکاری توبه کرده را. اما آن خطاکاری که توبه نکند و در خطای خودش دوامت کند، الله تعالی از وی بیزار است و فرشته ها از وی بیزار است و مردم از وی بیزار است. چنانه که همان حدیث همیشگی به یادم می آید، هر کسی را که الله تعالی دوست دارد میگوید که من فلان بنده را دوست داشتم و به جبرئیل به فرشته امر میکند، میگوید که من فلان بنده ام را دوست داشتم، تو هم دوست دار. و تمام آسمان دوست می‌دارد و بعد از آن به مردم به آدمان نیز میگوید که فلان بنده را الله تعالی دوست داشت، فرشته ها دوست داشتند و شما نیز دوست دارید. در یک حدیث دیگر برعکس همین نیز آمده است. الله تعالی وقتی که بد می‌بیند به فرشته ها امر میکند که من فلان بنده را بد دیدم، شما هم بد بینید، و اینچنین انسان ها نیز بد می‌بینند. از این خاطر آنهایی که
امروز بر ضد مسلمان ها و یا بر ضد قرآن و بر ضد گفته های محمد صلی الله علیه و سلام، یعنی حدیث های محمد صلی الله علیه و سلام مبارزه میبرید، اندیشه کنید. حالا هم دیر نشده است، حالا هم وقت دارید. هر آن وقتی که شما نفس میکشید، زنده هستید، وقت دارید. توبه کنید، بازگردید. الله تعالی وعده کرده است که حتی شما را نیز میبخشد اگر توبه کنید، توبه نصوح کنید و باز بر نگردید به اون عملهای یا اینکه گناههای میکرده اتون. این یادرسی دوستانه برای شما، چون ما از خودمون، از پیش خودمون چیزی نگفتیم و برای شما یادرسی کردیم آن پندی که در قرآن کریم آمده است. قرآن کریم پند است و آن پند را برای شما ما یادرس شدیم. حالا آنکه بسیاری از شما میگوید که ما ایمان داریم، ما به الله تعالی ایمان باور میکنیم. چون من دیروز بود در سوره از زمر گوش کردم، واقعا به بعضی سوالهای این گونه انسان ها در همون پنج جوابهای خیلی خوبم هست. من توصیه میدهم به شما ترجمه معنای سوره از زمر آماده است، در شبکه قرآن دستورالعمل انسان است، گوش کنید. با یک بار گوش کردن به قول انسان تشنگیش نمیشکند. بارها انسان گوش میکند تا که بارها گوش میکند و گویا که بار اول گوش میکند. واقعا به نهایت تاثیر بخش است و به بسیار سوال های شما جوابگو است. تماشاچیان عزیز توصیه میکنم. و خب بیایید اکنون ببینیم که ها به پیش برآمدند و دوام میدیم صحبت رو. امید ابو حمیره آیت الله طیبه صالح و مریم آنهایی که در جاهای نمایان هستید. سوال 2. و هر کی چی کند و کاری شایسته کند به شایستگی نزد الله باز گردد. کاری نیک کند، توبه کند، خطا کند، منافقی کند. و هر کی چی کند و کاری شایسته کند به شایستگی نزد الله باز گردد. سوره فرقان آیه 71. بله، 5 نفر جوابهای درست گفتند. هر کی توبه کند و کاری شایسته کند به شایستگی نزد الله باز گردد. بیایید نگاه میکنیم سوره فرقان آیه 71 را در ترجمه معنا چی آمده است. خب امیدوار هستم که شما خسته نشدید تماشاچیان عزیز و باور دارم که امیدوار هستم که برنامه‌مون پسند است برای شما. اگر معقول باشد زیرش لایک مانید و به دیگران نیز فرستید. بیایید ترجمه معنا را میخوانیم. و کسی که توبه کند و کاری شایسته انجام دهد پس یقیناً به درگاه الله تعالی چنان که باید و شاید توبه کرده است. یا اینکه در ترجمه معنای دیگر چنین آمده است. و هر کی از گناهان خویش توبه کند و کاری شایسته کند همانا وی از صدق دل به سوی الله توبه می کند. پس الله توبهش را قبول می کند و گناههایش را به نیکی ها تبدیل می دهد. بزرگی الله تعالی را ببینید تماشاچیان عزیز. چون من همین موضوع را بسیار مطرح میکردم و با بعضی دوستان، برادران، اهل علم نیز در همین موضوع صحبت میکردیم و من گاه ها پرسان میشدم، میگفتم که آنهایی که مثلا در نادانی بودند، در جاهلی بودند، در جهالت بودند، توبه کردند، بازگشتند، حال آنها چگونه می شود؟ و بسیاری ها با سوال ها پیدا می شود و از سوال های دیگر پیدا می شود. آیا مثلا در دوره جاهلیشان نماز نمی خوندند، ارکان اسلام را اجرا نمی کردند؟ آیا با آنها قضاگی نماز ها مثلا
واجب می شود یا نه بعد از آن که ایمان آوردند. یعنی اینجا اختلاف نظر بین علما نیز بود. وقتی ما سوال می گفتیم به سوال یک قسمتی اهل علم می گفتند که نه و مثل که نو اسلام رو قبول کرد از همان روز آغاز میکند، اما قسمت دیگری اهل علم می گفتند که نه، باید که نمازهای قضاگی را خواند، باز بهتر می شود. یعنی این یک موضوع خیلی کلان است و انشالله این موضوع ها رو در آینده پیگیری خواهیم کرد. انشالله اگر عمر وفا کند انشالله برنامه های مکمل و وسیع خواهیم کرد. خیلی خوب، تشکر. بیایید اکنون ببینیم که ها به پیش برآمدند. تماشابینان عزیز، ابو حمیرا، ماریا، محمد امین، امید و آیت الله، همچنین امریدین 4 زینب بالا برآمدید. من شما رو تبریک میکنم. خب من چت رو نگاه نکردم، ببخشید تماشابینان عزیز، چون چت ما در یک قسمتی دیگر است. خیلی خوب. و سوال 3: آنان که کارهای بد را انجام میدهند سپس توبه میکنند، علما چرا در نظر دارند؟ موافقی همین سوره رقم 7 آیت 153: تنها خطا از نادانی را، تنها سرایندگان را که بی توبه میمیرند، شرک و گناهان کبیره و صغیره، حکمرانی پشیمان ناشده را. کدامش درست است؟ آنان که کارهای بد را انجام میدهند سپس توبه میکنند. خب جوابهای بله، همگی 4 نفر جوابی درست گفتند: شرک و گناهان کبیره و صغیره. و خب حتی یعنی که همش گناه هست. تماشابینان عزیز، چون که در وریانت ها شما میبینید ما اونجا فقط گناه ها رو گرفتیم موافق سوره اعراف آیت 153 گفتم. اما مثل شرک گناهی کبیره نیست. مثل شرک گناهی که از وی بزرگتر باشد شاید نباشد. شرک یعنی که کسی در شرک بمیرد الله تعالی از وی بیزار است و وی را نمیبخشد. اما در سوره اعراف آیت 153 من ترجمه من رو این لحظه میخونم. چی آمده است؟ آنان که کارهای بد را انجام میدهند سپس توبه میکنند و به الله و آنچه واجب گردانیده است ایمان می آورند، بدانند که پروردگار تو پس از توبه آمرزنده گناهان است، گرچه به اندازه زمین باشد و مهربان است با پذیرفتن توبه. و اینجا ببینید که الله پاک است چگونه الله تعالی گفته گذاشته است که به اندازه زمین، گرچه به اندازه زمین گناهش باشد هم ببینید که الله تعالی مهربان است و میبخشد به شرطی که توبه کند. و موافق تفسیر سعدی و تفسیر طبری گفته شده است که از شرک و گناهان کبیره و صغیره هم باشد الله تعالی میبخشد اگر توبه کند به شرطی. و یک بار دیگر این یادرسی تماشابینان عزیز به آنهایی که ما یک بار دیگر باز تکرار هم باشد میگویم، چون پند است و این پند را باید ما رسانیم. توبه کنید آنهایی که در گناه بودند. خب همسایه من اینجا سرود را بسیار بلند مانده، شاید که صدایش تا شما نیست رسیده می رود. متاسفانه ما یک در دولتی هستیم که آمیخته است، مسلمان ها هم هستند و غیر مسلمان ها هم هستند، اما حتی بعضی به نام خودشان را مسلمان میگیرند، موسیقی را خیلی زیاد بلند گوش میکنند و خود این لحظه به من نیز خلال میرساند و شاید شما نیز میشنوید. الله هدایت کند آنها را نیز. خب تماشابینان عزیز دوام میدهیم و بیایید ببینیم که ها به پیش برآمدند.
خب мария, абу ҳумайро, муҳаммад, муҳаммадамин ва ҳориса онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред. ман шуморо самимона табрик мекунам. инак биёед мегузарем ба саволи дигар. тавбаи онҳое ки маргашон наздик ояд қабул мешавад? мувофиқи сураи нисо ба фикрам, агар хато накунам. бале, мувофиқи сураи нисо ояти 18. тавбаи онҳое ки маргашон наздик ояд қабул мешавад? бале, қабул мешавад, не қабул намешавад. танҳо дар қабр азоб мешаванд, танҳо дар дунё азоб мешаванд. кадомаш дуруст аст? ҷавобҳои шумо, вариантҳои шумо. инак ҳама ҷавобҳои худашонро гуфтанд ва бале 9 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. не, қабул намешавад. ман пеш аз он ки ба намин тафсили ҳамин гуфтаҳо гузарем, оят гузарем, як вақтҳо вақте дар радиои Азия Плюс кор мекардам, барномаи рамазонӣ доштем ва онҷо ҳадисҳоро мехондем, аммо ба маънияш ва ё ба саҳиҳияти он аҳамият намедодему. ҳар чизе ки масалан ба забони тоҷикӣ ёфта метавонистем, онро мехондем, то ки дигарон панд гиранд гуфта. ва ана ҳамон вақт ман то ҳозир дар хотирам ҳаст ки як ҳадисе буд ки онҷо гуфта шуда буд ки ҷон ба ҳулқум омада бошад, инсон агар тавба кунад, тавбаашро Аллоҳ таоло мебахшад. аммо дар ояти Қуръон, дар сураи Нисо ояти 18 ки қавитар аст, чӣ гуна омадааст. ва он мавзӯъ боз як мавзӯи дигар аст, чун ҳар касе ки дар давоми умраш тавба накард, чӣ гуна метавонад пеш аз он ки марг ояд тавба кунад. ва ин худаш як ба қавле, агар ки инсон дар инҷо логика карда бинад, ҳар касе ки дар давоми зиндагиаш тавба карда натавонист, дар вақти марг наздик шудан ва ё ҷон ба ҳулқум омадан тавба карда наметавонад. агар дар хотир дошта бошед, як чанд вақт пеш як барномае карда будем, онҷо як мавзӯи саволу ҷавоби як олим бо як нафаре ки ҳамин гуна саволро дода буд, онро гуфта будем. ва вақте ҳамин ҳадисро низ он нодон ёдрас шуда буд, аммо он инсони оқил чӣ гуфт? дар ҷавоб гуфт ки аз ҳама кори осоне ки ту метавонӣ дар зиндагият чӣ аст? масалан вай дӯзанда буд. вай гуфт ки бале, аз ҳама дар дӯзандагӣ кори буридан осон аст, яъне қайчӣ кардан кори осон аст. ва гуфт вақте ки дами марг шуд, вақте ки малакулмавт омад, ту оё метавонӣ қайчӣ занӣ? гуфт не, наметавонам. ана ҳамин худаш ба оқилон кифоя аст. ҳар касе ки имрӯз тавба накардааст ва мегӯяд ки ман дар гуноҳ зиёдатӣ кардан мегирам, зино мекунам, дуздӣ мекунам, ҳар он чизе ки инсонро ба гуноҳ мебарад мекунам, аммо дар дами марг, пеш аз марг ман тавба мекунам, чун ин гуна ҳадис ҳаст гуфта мегӯянд баъзеҳо. барои онҳо бигзор ки дарс бошад он гуфтаҳое ки навакак мо шумо гуфтем. ҳама он коре ки аз ҳама кори осонтарине ки шумо метавонед иҷро кунед, вақти дами марг он корро шумо наметавонед иҷро кунед. аз ин хотир аз худи ҳозир, аз ин лаҳза тавба кунед ва дигар боз нагардед. баъзеҳо мегӯянд ки ман имрӯз шароб менӯшам, пагоҳ тавба мекунам. оё пагоҳ барои шумо мерасад ё намерасад? беҳтараш худи ҳозир тавба кунед, чун пагоҳи шуморо ҳеҷ кас кафолат намедиҳад. ин як панд буд барои онҳое ки тафаккур мекунанд. ва биёед мебинем киё ба пеш гузаштанд. тамошобинони азиз, мария, абу ҳумайро, муҳаммад, ҳориса, абдураҳмон, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед, муборак бошад. саволи 5.
аллоҳ таоло киро дӯст медорад? мувофиқи сураи рақами 11 сураи ҳуд буд агар хато накунам. ояти 90. тавбакунандае ки маҷбур шуд президентонро тавбакунандагонро баъди тавба зишткунандагонро кадомаш дуруст аст? аллоҳ таоло киро дӯст медорад? хоб 10 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. бале, мувофиқи сураи ҳуд ояти 90. биёед нигоҳ мекунем тарҷимаи маъноро. аксарият ҷавобҳои дуруст гуфтанд. ман бу бахши чатро нигоҳ накардам. хуб, дар чати мо ҷавобҳои дуруст аз ҷониби дунё ва охират тоиба соле омода расид. имрон хуб, каждая душа вкусит смерть ҷавобатон дуруст буд. хеле хуб. исматулло ҳоҷиматов ҷавобҳои дуруст гуфтед. акнун биёед тарҷимаи маъноро низ нигоҳ кунем. хуб, хеле хуб. ва аз парвардигаратон омӯзиш бихоҳед. сипас ба сӯи ӯ боз гардед ва тавба кунед, ки бетардид парвардигорам меҳрубон ва дӯстдори тавбакунандагон аст. воқеан бениҳоят маро халал мерасонанд ин лаҳзаҳо ҳамсояи болои мо. дуо мекунем аллоҳ ҳидоят кунад. хуб, дар воқеъ тамошобинони азиз, аллоҳ таоло ин савол ба онҳое ки мегӯянд ту худат кӣ будӣ, ё ин ки ба як рафиқи дигарашон ки имрӯз пештар шояд якҷоя бо онҳо дӯст буданду дар ҳама корҳои зишт бо ҳам буданд ва имрӯз он дӯст меравад ба назди дигар дӯсташон мегӯяд ки биё акнун роҳи рост ин аст. рисолати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ин буд ва ман ин пандро барои ту мегӯям. биё дӯсти ман бозгард, тавба кун. ва мегӯяд ту худат кӣ будӣ, ки чӣ шудӣ. ин бисёр паҳн шудааст ва дар ҷоҳои мо ва мардуми ҳамзабонҳои мо наҳмин ибораро бисёр истифода мекунанд. аммо аллоҳ таоло чӣ гуфтааст дар сураи ҳуд ояти 90? аз парвардигаратон омӯзиши гуноҳонатонро бихоҳед, ба даргоҳаш тавба кунед, ки албатта парвардигори ман меҳрубону дӯстдоранда аст тавбакунандагонро. яъне аллоҳ таоло ҳар касе ки аз гуноҳҳояшро тарк кард ва тавба кард аз гуноҳонаш омӯзанда будааст ва вайро дӯст медоштааст. пас аз ана ҳамон дӯст доштаҳои аллоҳ таоло бошед. онҳое ки масалан мегӯянд ки не, ман гуноҳам зиёд шуда кун, дигар баъзеҳо ҳамин хел ҳам мегӯянд ва ҳастанд байни мо. гуноҳам зиёд, ман дигар карда гаштан мегирам ва намедонам чӣ қадари дигар умрам мондааст. аллоҳ таоло мегӯяд ки худи ҳозир тавба кунед ва аллоҳ таоло шуморо дӯст медорад, дӯст хоҳад дошт. аз ин хотир аллоҳ таоло ҳидоят кунад ба роҳи рост мову онҳое ки ин гуна андешаҳо доранд, андешаҳое ки мо дар боло гуфта гузаштем навакак. хоб, тамошобинони гиромӣ, биёед мегузарем ба саволи дигар. аллоҳ таоло тавбаи 3 тан ансориро ки дар ғазваи Табук буд бубахшид? не, тавбаи онон нобахшиданист. ба мо маълум нест аллоҳ тавбаашонро қабул кард. саволи мушкил, кадомаш дуруст аст? аллоҳ таоло тавбаи 3 тан ансориро ки дар ғазваи Табук буд бубахшид. ба ёд биёред онҳое ки аз ба ҷиҳод рафтан, бояд ба ҷиҳод мерафтанд ва нарафтанд, ҳарчи баҳона карданд ва гуноҳи бузург карданд. оё аллоҳ таоло онҳоро бубахшид?
الله توبهشان را قبول کرد. بیایید اکنون نظر میکنیم به سوره توبه آیه 118. و نیز الله تعالی پذیرفت توبه آن سه تن از انصاری ها را که از جنگ خانه‌نشینی کرده بودند تا آنگاه که زمین با همه کشادگیش بر آنها تنگ شد، یعنی همه از آنها رو گردانده بود و جان در تنشان نمی غنجید به سبب عقب نشینیشان از جنگ و خود دانستند که جز الله هیچ پناهگاهی ندارند که پناهگاهی ندارند که به آن روی آورند. پس الله توبه آنها را پذیرفت تا به او باز آیند که توبه پذیر و مهربان است. یعنی آن وقت آنها گناهی بزرگ کردند، یعنی موافقی تفسیرها و موافقی گفته های تاریخی درباره کعب ابن مالک، هلال ابن امیه و مراره ابن ربیع سخن می رود. آن سه نفر عقب نشینی کرده بودند و همگان از آنها روی گرداندند، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم با آنها صحبت نمی کرد و آنها خودشان را بسیار در تنگی حس کرده بودند و الله تعالی با مهربانیش حتی همانها را نیز ببخشید. و 11 نفر جوابهای درست گفتند. تماشاگران عزیز، اینک بیایید ببینیم که به پیش برآمدند. ماریا، ابو حمیرا، محمد، قاسم عادلیان و حارثه آنهایی که در جاهای نمایان هستید. تبریک میکنم شما را. و سوال نهایی: کیست که گناه ندارد؟ سوالی به فکرم از همه آسان ترین. پیامبران، آدمان، طالبان، فرشتگان، کیست که گناه ندارد؟ از آن وریانت هایی که شما میبینید. خب بیایید به تفصیل این را جوابش را ما و شما انشاءالله میگوییم. خیلی خوب، از آن وریانت هایی که ما و شما میبینیم: طیب صالح، دنیا و آخرت، امیر المؤمنین، علی عمر جوابهای درست گفتند. خیلی خوب. عمر اکبر جوابهای درست گفتند. خیلی خوب. و بله، فرشتگان گناه ندارند. دیگر همه آدمان، انسان ها البته به خطا راه میدادند و سپس توبه میکردند، بسیاری از آنها. خیلی خوب. و من تبریک میکنم همانهایی که امروز در برنامه ما اشتراک کردند و برد کردند و بیایید اکنون ببینیم که کی جاهای نمایان را سزاوار شد. جای سوم نصیب محمد گردید، مبارک باشد. ابو حمیرا جای دوم و جای اول نصیب ماریا گردید، مبارک باشد. همچنین آمینه و محمد امین نیز در جاهای نمایان. شما را صمیمانه تبریک میکنم و بیایید یک بار دیگر تماشا میکنیم آنهایی که برد کردند امروز در برنامه ما. جای 3 نصیب محمد گردید. جای 2 ابو حمیرا. جای 1 جای بهترین ماریا، مبارک باشد. و همچنین آمینه و محمد امین نیز در جاهای نمایان بودید. شما را صمیمانه تبریک میکنم. واقعا یک برنامه اینتراکتیوی است، یک برنامه علمی است و ما و شما در برنامه مستقیم اشتراک میکنیم و هر یک از شما میتوانید در آن اشتراک داشته باشید. این یک نویگری خوبم هست. از این خاطر کوشش کنید به برنامه داخل شوید تا که در داخل برنامه ما و شما بازی کرده توانیم، چون بازی باز هم شوق آور خواهد گذاشت. کوشش میکنیم که هر هفته روزهای شنبه برنامه رو پیشکش شما کنیم و ما نیز به مثل شما غیر از شبکه یوتیوبی که شبکه های یوتیوبی ما الحمدلله به درآمد است کار میکنیم تا که زندگی رو پیش بریم
از این خاطر بعضی هفته روزهای شنبه نیز من کار میکنم و امروز نیز من در جای کار بودم و الحمدلله بر وقت‌تر از کار خالی شدیم و برنامه رو پیشکش شما کردیم. اما کوشش میکنیم که چون شما انتظار میشوید برنامه رو روزهای شنبه آماده کنیم و برایتان پیشکش کنیم، اما شما نیز ما رو دستگیری کنید. همانهایی که این لحظه تماشا میکنید حداقل به قول آنهایی که شوخی میکنند همان لایک بی پول خودتان را مانید تا که دیگران ما را تماشا کنند، تماشابین زیاد شوند. و باز یک چیزی که شما از دستتان می آید، هر یک از شما 10 نفر مثلا دوست دارید، خویشاوند دارید و آنها را روان کنید. هر یک از شما آنهایی که این لحظه زیاد از 170 نفر تماشا میکنید و 10 نفر از دوست نزدیک خودش برنامه را روان کند، ببینید که از 1600 نفر 1700 نفر زیاد می شویم و این دستگیری شما شبکه ما رو می شود. و دیگر باقی شما را به در پناه الله تعالی می سپارم. الله تعالی شما و اهل پیوندانتان را حفظ کند تا واخوری های آینده با شما خیر و خوش میکنم. خانه آباد و سربلند باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز.